دنیای شبکه یعنی اتوماسیون و سرعت. امروز یاد میگیریم چطور با داینامیک نت آیپی های عمومی خودمون رو به صورت خودکار مدیریت کنیم و مهمتر از اون ببینیم وقتی آیپی های پول تمام میشوند چطور تکنیک اوورلود به کمک میآید تا هیچ کاربری آفلاین نماند. در ابتدا سراغ داینامیک نت می رویم. ساختار داینامیک نت به گونه است که روتر به صورت خودکار یک آدرس آزاد را از مجموعه آیپی های عمومی، پول، انتخاب کرده و به کاربر اختصاص می دهد. در واقع در اینجا یک تناظر یک به یک به صورت موقت و پویا برقرار می شود. در این سناریو ما یک پول از آیپی های عمومی در اختیار داریم. از آدرس 200.1.1.7 تا 200.1.1.9 که مجموعاً شامل 3 آیپی عمومی است. از سوی دیگر 4 کاربر در ویلن‌های 10، 20 و 30 داریم که قصد دارند با استفاده از این پول به شبکه اینترنت متصل شوند. جهت آزمایش سناریو، یک تاکاس پلاس سرور رو با آیپی 145.120.10.50 به عنوان نماد سرور گوگل در نظر گرفتیم تا مشاهده کنیم که کاربران چگونه پس از فرایند نت در روتر گره کور به این سرور دسترسی پیدا می کنند. بیایید سناریو رو با هم اجرا نماییم. پیش از آنکه به کانفیگ نت بپردازیم، نیاز است که یک اکسس لیست تعریف کنیم تا برای روتر مشخص شود ترافیک کدام شبکه‌ها باید ترجمه شود. در این مرحله ما رنج آیپی هر 3 شبکه داخلی یعنی ویلن‌های 10، 20 و 30 را در لیست قرار می‌دهیم. در گام بعدی نوبت به ایجاد مجموعه آیپی های عمومی یا همان پول میرسد. ما با دستور زیر محدوده آیپی های 200.1.1.7 تا 200.1.1.9 را با نام مای پول برای روتر تعریف می کنیم. آیپی نت پول مای پول 200.1.1.7 200.1.1.9 نت ماسک 255 255 255 0. حالا برای نهایی سازی عملیات باید این لیست دسترسی را به پول ساخته شده متصل کنیم. با اجرای این دستور فرایند داینامیک نت را فعال می شود. IP NAT inside source list sad pool my pool. حالا باید به روتر بفهمانیم که کدام سمت ما به اینترنت وصل است و کدام سمت شبکه داخلی ما قرار دارد. ابتدا وارد اینترفیس خروجی یعنی فست ایترنت 0 می شویم. با دستور IP NAT outside این پورت را به عنوان مرز خارجی یا همان سمت اینترنت معرفی می کنیم. از آنجایی که ما از ساب اینترفیس ها استفاده می کنیم، باید وارد تک تک آنها شویم و با دستور IP NAT inside به روتر می گوییم که ترافیک این بخش مربوط به شبکه داخلی ماست و نیاز به ترجمه دارد. سپس از PC ها سرور گوگل را پینگ می کنیم تا برقراری ارتباط را تایید نماییم. حالا بیایید یک چالش واقعی را بررسی کنیم. همانطور که می‌دانید ما در پول خود فقط 3 آیپی عمومی داشتیم اما 4 کاربر در شبکه داریم. وقتی 3 کاربر اول با آیپی های 192.168.10.11 و 192.168.10.22 و 192.168.20.22 به اینترنت وصل شدند، تمام ظرفیت محدوده آیپی ما تکمیل شد. به همین دلیل وقتی کاربر چهارم با آیپی 192.168.30.33 تلاش کرد به سرور دسترسی پیدا کند، با شکست مواجه شد، چون هیچ آیپی آزادی در محدوده نت باقی نمانده بود تا به او اختصاص داده شود. این دقیقاً همان نقطه ضعفی است که در بخش بعدی با تکنیک اوورلود آن را حل خواهیم کرد. حالا بیایید نگاهی به جدول نت ترنسلیشنز ها بیاندازیم تا ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده است. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، 3 آیپی عمومی ما به درستی تخصیص داده شدند. آیپی عمومی 200.1.1.8 به کاربر 192.168.10.11 اختصاص یافته و آیپی عمومی 200.1.1.7 توسط کاربر 192.168.10.12 استفاده می شود و آیپی عمومی 200.1.1.9 هم در اختیار کاربر 192.168.20.22 قرار گرفته است. حالا وقت آن است که گره محدودیت داینامیک نت را باز کنیم.
همانطور که دیدید، وقتی تعداد کاربران از آی‌پی‌های عمومی ما بیشتر شد، نفر چهارم از اینترنت باز ماند. راه حل حرفه‌ای برای این مشکل استفاده از سناریوی ترکیبی داینامیک نت و پت است. برای این کار ما همان دستور قبلی را فراخوانی می‌کنیم، اما این بار در انتهای آن کلمه کلیدی اوورلود را اضافه می‌کنیم. با اجرای این دستور IPNet inside source list sad pool my pool overload ما به روتر اجازه می‌دهیم که اگر IP های داخل پول تمام شد از شماره پورت ها استفاده کند. به این ترتیب نه تنها آن سه IP عمومی به صورت هوشمند بین کاربران تقسیم می‌شوند، بلکه بی نهایت کاربر دیگر هم می‌توانند همزمان و بدون هیچ قطعی به اینترنت دسترسی داشته باشند. بیایید نتیجه را در جدول نت ببینیم. یادتون هست که در سناریوی قبلی کاربر چهارم به دلیل نبود آیپی آزاد پشت در می‌ماند؟ اما حالا ببینید چه اتفاقی افتاده است. در این مرحله ما پینگ را همزمان از 7 کاربر مختلف فرستادیم و همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، نه تنها همه آنها با موفقیت وصل شده اند، بلکه روتر تا این لحظه فقط از اولین آیپی بانک ما، یعنی 200.1.1.7 استفاده کرده است. دلیل این اتفاق چیست؟ چون ما کلمه کلیدی اوورلود را به دستور اضافه کردیم، روتر حالا به جای اختصاص دادن یک آیپی کامل به هر نفر از شماره پورت ها کمک می‌گیرد. اگر به اعداد جلوی آیپی ها دقت کنید، مثل 31282، 31538 و غیره، می‌بینید که ده‌ها نشست مختلف از کاربران متفاوت همگی از طریق همان یک آیپی عمومی مدیریت می‌شوند. این یعنی با این روش ما عملاً محدودیتی برای تعداد کاربران نخواهیم داشت و از منابع آیپی عمومی خود به هوشمندانه ترین شکل ممکن استفاده می کنیم. امروز دیدیم که چطور با قابلیت اوورلود محدودیت تعداد کاربران رو در شبکه از بین بردیم. حالا شما می توانید بی نهایت کاربر رو تنها با چند آیپی عمومی به اینترنت متصل کنید. اگر این آموزش برایتان مفید بود، حتماً ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن سناریوهای حرفه‌ای‌تر کانال گره کور رو سابسکرایب کنید. سوالاتتان رو در کامنت ها بنویسید. حتماً پاسخ میدهم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.